سلام دوستان عزیز، با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم راجع به آموزش پیدا کردن رگه طلا و شناسایی رگه طلا. اینجا من یه نمونه سنگ رو دارم که از داخل رگه در آوردم. اینجا کوارتز رو شما میبینید و پایینش سولفید و دوباره اینجا کوارتز و داخلش سولفید ها هستن. با توجه به این که 75% طلای دنیا از این سولفیدها استخراج میشه، ما باید اینا رو بشناسیم. حالا سولفیدها چه شکلی هن، چه جوری هن؟ سولفیدها معمولا متالیک هن، رنگ نقره‌ای متالیک دارن، رنگ طلایی متالیک دارن به این صورت و پیریت هم جزو سنگ های طلایی رنگ هست، کالکوپریت البته. و کالکوپریت در واقع سولفید مسو ببخشید آهن میشه که توش طلا میتونه وجود داشته باشه. و اینجا که میبینید سولفیدها در یک جاهایی تبدیل به اکسید شدن و بر اثر هوازدگی بوده و این کالکوزیته. و ما میدونیم که اکثر جاهایی که مس پیدا میشه یا کالکوزیت یا کالکوپریت که حاوی مس هستن. اینجا میبینید که یک بخشایی از این سولفیدها در طول زمان تبدیل به اکسیدها شدن. حالا هر جایی که شما رنگ طلایی، رنگ متالیک این رنگی، نقره‌ای یا متالیک مشکی شما هر جا پیدا کردید، اونجا مشکوک به طلا هستش. حالا چه پیریت باشه چه اسفالریت باشه، اینا کاملا قابل تشخیص هستن. میدونید که اینا سطح آبگریز دارن، یعنی سطح های صیقلی و صاف دارن و به همین خاطر متالیک دیده میشن. و متالیک نقره‌ای کالکوزیت و متالیک به این صورت نقره‌ای که این پیروتیت میشه، یا مثلا پیریت، یا خدمت شما عرض کنم که اسفالریت یا آرسنوپیریت. ظاهرا تمام کانی های نقره‌ای از هم قابل تشخیص نیستن. پس هر جایی شما احساس کردید که نقره‌ای رنگ وجود داره، کانی نقره‌ای رنگ وجود داره، اونجا مشکوک به طلا هستش و ممکنه طلاش هم خیلی کم باشه ولی طلا داره. و اینجا میبینید که از حالت نقره‌ای اکسید شده به این صورت و اینجا اگه طلایی داشته باشه به صورت اکسیدی، بخشش هم اینجا موجوده. ممنون از توجهتون.